سلام ارادت. بچه‌ها نمونه چت خودم رو که قبلا انجام داده بودم آماده کردم براتون تا بتونید الگو بگیرید و کارتون راحت تر باشه. خب این نمونه چتی که من انجام دادم میشه گفت مال تقریبا 3 ماه پیشه که من همون موقع اسکرین گرفتم که به دوره اضافه کنم. ببینیم روش چت کردن تو گروه رو. خب اوپنری که من استفاده کردم ببینید بچه‌ها، من رو هیچ کس ریپ نزدم. اومدم چی نوشتم؟ بدونی که ریپ بزنم نوشتم رلی که بگه هر چی آقامون میگه. یه جمله بسیار عالیه و یه اوپنر فوق العاده عالیه. چرا؟ چون همه دخترها دنبال همچین مردی هستن که جذاب باشه و بهش بگن که هر چی تو میگی، هر چی آقامون میگه. پس این اوپنر منه. ببینیم کیا روش ریپ زدن. خب این دختره که اسمش نیداس روی پیام من ریپ زد. خب حواستون باشه بچه‌ها، من توی گروه ها و چت ها اسمم احسانه و کلا اسمی که خانواده و اقوام منو صدا میزنن احسانه. بنابراین هر جا دیدین که من احسان نوشته بدونید که چت خودمه. ریپ زد چی نوشته؟ نوشته مگه از این دخترها هنوز موجوده؟ حالا جواب منو ببینیم. خب حرفی که زد یه شیت تست بود که واکنش منو ببینیم. من چی گفتم؟ موجودم نباشه موجودش میکنیم، فقط قرمه سبزیش خوب باشه. میبینی بچه‌ها، قرمه سبزی رو برای خودم مهم جلوه دادم که دختر بفهمه من یک مرد انتخابگرم. چی نوشته؟ فکر نکنم شدنی باشه. یه شیت تست دیگه. خب حالا جواب منو ببینید به شیت تستش. هرچی چموشتر جذابتر، یعنی هرچی دختر بیشتر اذیت کنه من بیشتر لذت میبرم و ترسی ندارم. بعد چی نوشته؟ اینم ایده جالبیه. واکنش منو ببینیم. چی گفتم؟ گفتم یه جا بنویس به کارت میاد. یه استیکر استفاده کردم. یا تو گفتم زیاد استیکر نباید استفاده کنید. نوشته که تو خاطراتم مینویسمش. یعنی حرفت زیاد برام مهم نیست، تو خاطراتم نگهش میدارم. حالا واکنش من اینجاش تو قلبته نه خاطراتت. واسه حرف خودم ارزش قائل شدم. اعتماد به نفس. نوشته چی نوشته؟ حالا نه دیگه در این حد. خب بچه‌ها اینجا چی میشه گفت دیگه؟ اینجاست که باید از پلزنی استفاده کنیم. خب من از این کلمه حدی که بود استفاده کردم و پل زدم به ریاضیات. ببینید من چه جوابی دادم. حد رو ول کن، بچسب به تابع. رفتیم تو ریاضیات. ببینیم واکنششو. خوشش اومد. یا توابع الگوریتمی یا ساده؟ جواب منو ببینیم. یه چیزی که بتونه مجهول منو پیدا کنه. خیلی زبون بازی قشنگ. یعنی یه چیزی باشه که بتونه گم شده منو پیدا کنه. خندیده چی گفته؟ معادلات یه مجهولی یا دو مجهولی. اینجا بچه یه تسته. یک مرد هیزی که دنبال اینه که با دخترهای زیادی وارد رابطه شه، اینجا چی میگه؟ میگه چند مجهولی مثلا. اینو میگفتم دختر رفته بود کلا. یا اینم که بگه یک مجهولی هم جذاب نیست. باید یه چیزی بگه که ذهن دختر منتظر شنیدنش نباشه، جدید باشه. خب چی گفتم؟ یک مجهولی محکم، یعنی یه نفر باشه محکم هم باشه. خب چی نوشته؟ منطقی و جذاب. نگاه خوشش اومد. منطقی و جذاب. خب بعدش دیگه من چیکار کردم؟ دیگه چت نکردم و رفتم پیویش. بهتره یه 20 دقیقه‌ای بگذره بعد برید پیویش. خب ولی بازم بستگی به این داره که دختر چقدر جذب شما شده. این بیشتر مهمه. خب حالا ببینیم که چطوری من توی پیوی چت میکنم، چجوری شروع کردم پیامو. بریم ببینیم. خب ببینید بچه من چطوری شروع کردم. دیگه نیومدم 300 سلام و خوبی و چه خبر و از این چیزا تف بدم. خب و اونجا فکر کنم ساعت 1:09 بود که من چتو تموم کرده بودم. اینجا چنده؟ 1:23. یعنی یه زمانی رد شده. همونجا سری نرفتم پیویش. چی گفته؟ گفتم ببینمت. چی جواب داده؟ من دختر حرف گوش کنی نیستم. من چی گفتم؟ برگشتم به اون پیامی که تو گروه دومین فکر کنم سومین پیام بود که بهش دادم. نوشته بودم هرچی چموشتر جذابتر. یادتونه؟ برگشتم به اون پیام گفتم که چون میدونی من چموش دوست دارم اینو میگی. خنده گفت جمع کن بابا. من چه بودم کجا جمع کنم؟ تازه شمع رو روشن کردم. خندیده دوباره برگشتم به حرف اولم، ببینمت. حرفمو ول نکردم. یادتونه بهتون گفته بودم که مرد آلفا از حرفش عقب نشینی نمیکنه. چی نوشته؟ زشتم متاسفانه.
من چی گفتم؟ حرفای خوشگلا رو میزنی ها. بعد چی گفته؟ خوشگلا میگن زشتن، اسکلن. مثلا اسکلن مگه؟ بعد من چی نوشتم؟ نه مثل من شکست نفسی میکنن. اعتماد به نفس رو ببینید بچه‌ها. یعنی به صورت غیر مستقیم گفتم که من خوشگلم. متوجه؟ و دختر خیلی خوشش اومد. ببینید اعتماد به نفس تو دوست دارم. واکنش من چیه؟ بزن به تخته بگو ماشاءالله. بعد دوباره نوشت بشین بینیم با. من چی گفتم؟ دوباره برگشتم به حرف قبلیم. ببینمت. اینجا دیگه دختر چیکار کرد؟ عکسشو فرستاده. بعد که من عکس دیدم نشه عکسش منقضی شد. عکسای زماندار براتون معمولا میفرستم. بعد من نمیدونم تعریف کنم چی گفتم یه چش از چش دیگه کوچیک‌تره ولی خوبه. چی گفت؟ چش عمت کوچیک‌تره. بچه‌ها یه خوبی که این واکنشی که من نشون دادم یه چش از چش دیگه کوچیک‌تره ولی خوبه. یه خوبی که این پیام داره اینه که دخترها معمولا در 90% یک عکس دیگه هم براتون میفرستن. خب گفته بود چش عمت کوچیک‌تره دیگه. من چی گفتم؟ شوهرش راضیه. نشه مبارکشون باشه. بعد چه نشه متشکره. نگه متشکرم. چند سالته؟ الان یه سال آشنایی. نمیدونم همون اول سال آشنایی بپرسم. چند سالته؟ 25 26. خوبه میدونم. یه وایس فرستادم. بعد گفته که تو کالم نمیتونم بگوشم. تو گروه دیدین دیگه یه قسمتی هست همه با وایس با هم دیگه صحبت میکنن. منظورش که گفت که اونجاام نمیتونم وایس تو بشنوم. من ننوشتم براش وایسمو. گفتم بیا بیرون از کال. اوکی. بعد دیگه فکر کنم نوشته بود باشه. بعدی من گفتم خوابیدم دیگه و چون 2-3 روز بهش دوباره پیام ندادم خودش کلا پیام‌ها رو پاک کرده بود. منم دیگه سمتش نرفتم.